سلام دوستان، امید هستم. میخوام بهتون روش ثبت درخواست اولیه برای ثبت نام و انتخاب واحد بهتون آموزش بدم. شما بهتره تا قبل از آغاز فرایند انتخاب واحد مطابق همون تقویم زمانبندی ارائه شده اقدام به ثبت درخواست و گرفتن مجوز بکنید. البته میتونید در همون روز انتخاب واحد هم این کار انجام بدید، ولی هم فرصتتون کمه و زمان از دست میدید و همین که ممکنه سامانه بهتون اروری بده و رفع کردنش به این سادگی ها نباشه. ابتدا باید عدد نیم سال رو از بالای صفحه تعیین کنید. پس روی گزینه انتخاب کلیک میکنیم و در صفحه باز شده و در قسمت نیم سال عملیات باید عدد نیم سال مورد نظرمون رو انتخاب کنیم. پس من این رو انتخاب میکنم و گزینه تایید رو میزنم. حالا باید ببینم در این نیم سالی که انتخاب کردم مجوز انتخاب واحد دارم یا نه. پس وارد منوی ثبت نام دروس دانشجو میشم و زیر منوی انتخاب واحد رو کلیک میکنم. در صفحه باز شده به من یه ارور نشون میده که دانشجو مجاز به انتخاب واحد در نیم سال تحصیل نمی باشد. یعنی من مجوز انتخاب واحد در این نیم سال رو ندارم. حتی اگه در زمان انتخاب واحد هم وارد بشم باز همین ارور رو مشاهده میکنم. برای ثبت مجوز باید وارد منوی درخواست یا مجوز بشم و زیر منوی ارسال یا پیگیری درخواست دانشجو رو کلیک کنم. در صفحه باز شده در بخش ارسال درخواست جدید باید ابتدا طبقه بندی موضوع درخواستم رو مشخص کنم. طبقه بندی موضوع درخواست رو روی عملیات آموزشی دانشجو قرار میدم و صفحه ریلود میشه، حالا دوباره بارگذاری میشه. یه بخش دیگه برای من باز میکنه با عنوان موضوع درخواست. در این بخش باید روی مجوز انتخاب واحد کلیک کنم. دوباره صفحه ریلود میشه و یه بخش دیگه برای من میاد به عنوان نیم سال تحصیلی دانشجو. هر نیم سالی که خواستید میذارید و در نهایت متن درخواستتون رو تایپ میکنید. این متن درخواست چیز مهمی نیست چون شما موضوع درخواستتون مشخصه، مجوز انتخاب واحد و نیم سالتون هم مشخصه و سیستمی انجام میشه. روی گزینه ثبت کلیک میکنم. در صفحه باز شده به من میگه که درخواست مجوز انتخاب واحد با موفقیت ثبت کردید. خب الان بلافاصله درخواست من توسط سیستم تایید شد و من مجاز به انتخاب واحد شدم. ولی بحثی که هست اینه که ما باید شهریه‌مون رو پرداخت کنیم تا مجاز به انتخاب واحد بشیم. من اگه وارد منوی ثبت نام دروس دانشجو و زیر منوی انتخاب واحد بشم به من میگه که دانشجو در این زمان مجاز به انتخاب واحد نمیباشد. در این زمان یعنی اون ارور قبلی عوض شد و الان من مجوز انتخاب واحد رو دارم. اون تا زمانش فرا نرسیده، باید مطابق اون زمانبندی اعلام شده وارد بشم. ولی اگه همین الان وارد مدیریت مالی نیم ساله تحصیلی دانشجو بشم، در قسمت تراز مالی برای من حدوداً 800 تومان بدهکاری درج شده. من تسویه بودم تا قبل از این. برای پرداخت این مبلغ بدهکاری روی گزینه پرداخت الکترونیکی میزنم و در صفحه باز شده بهتره که روی درگاه سپهر صادرات بزنید و گزینه ادامه رو بزنید. در این صفحه باید همون عدد تراز مالی رو در این کادر سفید رنگ وارد کنیم. این عدد در همینجا هم نمایش داده میشه. در قسمت وضعیت نهایی مالی دانشجو این عدد هست. من عین همون عدد رو اینجا وارد میکنم و گزینه پرداخت الکترونیکی رو کلیک میکنم و اوکی میکنم تا وارد درگاه پرداخت بانکی بشم. در صفحه بانک بعد از اینکه اطلاعاتم وارد کردم گزینه پرداخت رو انتخاب میکنم و در صفحه بعد روی گزینه تکمیل خرید حتما بزنید. حالا منو برمیگردونه به سایت آموزشیار و میزنه پرداخت با موفقیت انجام شد. اگه این پیامو نمایش بده یعنی پرداخت شما صحیح بوده، در غیر این صورت یعنی پرداختتون با موفقیت انجام نشده. حالا اگه من وارد منوی مدیریت مالی نیم ساله تحصیلی دانشجو بشم، در بخش تراز دوباره بستانکار شدم، تسویه شدم انگار و حالا دوباره اگه وارد منوی انتخاب واحد بشم باز هم همون ارور زمان رو به من نشون میده در این زمان و کافیه که مطابق تقویم زمانبندی ارائه شده وارد بشم تا هیچ مشکلی برای انتخاب واحدم نباشه و بتونم انتخاب واحد رو انجام بدم. موفق باشید.